برای تشریح جریان برق یا برق جاری چگونه با استفاده از یک عدد لیمو یا نارنج یک پیل ساده برقی بسازیم؟ سلام، من حمیدالله میرزایی هستم. در این ویدیو فعالیت عملی را در مورد تولید برق جاری با استفاده از یک پیل لیمویی در نظر گرفتم که خدمت شما اجرا میکنم. برای اجرای این فعالیت ما و شما با یک عدد لیمو، دو عدد الکترود مختلف از فلزات جست و میس، کیبل های برق، گیرا و یک عدد مولتی متر ضرورت داریم. روش کار چگونه است؟ اول ما و شما میگیریم لیمویی را که انتخاب کردیم، این را در بین دو دست خود یا روی سطح میز با یک فشار اندک برای چند لحظه به شکل حرکت میتیم تا ای که مواد داخل لیمو بیشتر آماده شود یا فعال شود. وقتی لیمو نرم شد یا آماده شد، اینا میریم طرف مرحله بعدی کار. در مرحله بعدی چی کار میکنیم؟ الکترودهای میس و جست را که در نظر گرفتیم، یکی از الکترودها را در یک از موقعیت‌های لیمو، مثلا الکترود میس در اینجا من قرار میتم و یکی از الکترودها را در یک قسمت دیگه از لیمو، اما متوجه باشیم که در داخل الکترودها با هم تماس نکنه، در یک فاصله قرار داشته باشه. به شکل در یک قسمت از لیمو نصب میسازیم. اینا چی کار میکنیم؟ کیبل های برق را که در دسترس داریم، با استفاده از کیبل های برق ما و شما میگیریم الکترودهای خود به یک مولتی متر وصل میسازیم. ببینیم آیا کدام جریانی تشکیل میشه یا نه. من میگیرم چنگک های برق نصب میسازم. اینا چی کار میکنم؟ چنگک سیاه را در قسمت انود بالای الکترود جست و چنگک سرخ هم بالای الکترود میز خود اینجا قرار میتیم. وقتی کیبل های برق بالای الکترود ها نصب شد، اینا به خاطر از اینکه ما و شما ببینیم که آیا اینجا کدام جریان ایجاد میشه یا نه، ما و شما از یک مولتی متر استفاده میکنیم تا جریان مشاهده کنیم. من میگیرم مولتی متر را روشن میسازم. فعلا شما میبینید که صفحه دیجیتالی مولتی متر عدد صفر نشان میده، یعنی کدام جریان یا تغییر در اینجا نشان نمیده. هرگاه ما بگیرم الکترودهایی که بالای داخل لیمو قرار داده شده، این از طریق کیبل های برق با مولتی متر وصل بسازم، ببینیم اینجا کدام تغییر قابل مشاهده است یا نه. ما الکترودها را نصب میسازم، کیبل های برق نصب میسازم. آیا اینجا کدام تغییری به وجود آمد؟ مطمئناً که اینجا یک جریان 447 میلی ولت بر ما و شما نشان میده. این جریان از کجا میشه؟ وقتی ما و شما دو الکترود مختلف از دو فلز مختلفه که یکیش الکترون دهنده است فلز جست و دیگهش الکترون گیرنده است فلز مس، این در داخل لیمو قرار دادیم. فلز جست به عنوان عنصر الکترون دهنده الکترون های خود برای فلز مس میده. در داخل لیمو هر دو الکترود با هم در تماس نیستند. چگونه الکترون ها از اینجا انتقال میکنن؟ الکترون ها از طریق دوره برقی که ما و شما اینجا ایجاد کردیم میایه بالای الکترود مس، یعنی الکترون ها از قطب انود یا الکترود جست ما و شما میایه بالای کاتود یا الکترود میس که ما و شما جریان از رو میتونیم توسط یک مولتی متر مشاهده کنیم. بنابراین ما و شما میتونیم با استفاده از این پیل ساده لیمویی جریان برق یا تولید برق جاری را برای دانش آموزا برای روش بهتر خوبتر تدریس و تفهیم کنیم. امیدوارم فعالیتی را که در نظر گرفته بودم برایتان مفید و مؤثر بوده باشه. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.